من اگر به عنوان یه پدر یه روزی فرزندم تو روم وایسه، نباید برم اونو نکوهش بکنم. به فرض مثال که حرفمو به خاطر پدرش بودن روش صدامو بلند کردم، در اون لحظه اونم ساکت شد، دیگه جواب منو نداد. ولی چی شد؟ آیا من موفق شدم ریشه اندیشه اون رو اونطور که خودم دلم میخواد بتابونم؟ من باید برم از خودم بپرسم که مرد تو چه کردی که پسر احترام تو رو نگه نداشت و با مشت اومد سراغه، با مشت گره کرده یقتو گرفته و داره حقشو ازت میخواد. تو چه کردی؟ هنرمند انتقادی نساز. پس یعنی چی؟ یعنی سلول حسی جامعه نگی درد میکنه ها. و اگه نگیم درد میکنه چجوری میخوایم بفهمیم چمونه؟ چجوری میخوایم بفهمیم داروش چیه؟ یعنی اگر مطمئن باشید راههای دیگری باز بود، هیچ وقت مردم بابا آخه کی دلش میخواد کار و زندگی و روزمرگی و زندگی، اون چیزی رو که داره تلاش میکنه، پازلش و بنایی که داره میذاره رو یهو بزنه به هم و کار همه چی ول کنه، صبح تا شب پاشه بیاد فریاد بزنه، کتک بخوره، گوله بخوره، کشته بشه، تو برخورد غیر انسانی دیگه باهاش اتفاق بیفته که چیه؟ میخواد حقشو بگیره. آقا میگه 277 تا نماینده محترم مجلس خواهان حکم اعدام برای دستگیر شده‌های اغتشاش دارن. آقا یادتون رفته شما نمایندگان ملت هستین؟ یادتون رفته که حقوقتون داره از بیت المال همین مردم پرداخت میشه؟ این چه موضع‌گیریه؟ شما الان باید صدای مردم باشین و مشکلاتشون رو به گوش سیستم برسونید. خب آقا سیستم اشکال داره دیگه، داره اعلام آلارم میکنه. شما اگه جایتون درد بگیره، انگشتت درد بگیره، قطعش که نمی‌کنی، میری درمانش می‌کنی. آقا یک بخشی از این جامعه الان داره آلارم میده، داره میگه درد میکنه. بخش وسیعی هم هستا. نگاه نکنیم به این تجمعاتی که الان داره اتفاق میفته. خب خیلی‌ها بنا به خیلی ملاحظات نمیتونن بیان خودی نشون بدن، ولی واقعا متفق القولن با این برای بچه‌هایی که الان اومدن و فریاد میزنن. به ما اجازه بدید که بگیم درد میکنه. به ما اجازه بدید که بگیم میسوزه. به ما اجازه بدید که بگیم دارم خفه میشم. به ما اجازه بدید. نترسید. از چی میترسید؟